بهترین دوا برای اعصاب میفهمین چی است؟ ای که تو درست میگی. هر کسی هر چی شما را میگه بود درست است قربان، حق با توست. با کس چی مربوط که تو کجا میری، چی میکنی؟ کسی از تو خوشش نمیه که نه، پناهش به خدا. مگه تو پیسه مارگیج خانه تا نمیده، پیسه او تا نمیده، پیسه نان تا نمیده. هر کس شما را قضاوت میکنه بان بکنه. براتون باید هیچ مهم نباشه که چی کالا میپوشین، کجا میرین. یک نفر اگه سفر میره باید از کل خداویسی کنه، که نکنه کل اگه جگرخون میشه و بیاد پیسه تیکت تیاریش تو دادی، پیسه نانش تو دادی. باید خوش باشی که یک نفر یک جای میره، لذت میبره، سفر میره یا زندگی خود جور میکنه. یا یک نفر اگه کس شما را نمیخواه، چی معشوقیتان چی دوستتان است، ما باید بگین پناهید به خدا، دروازه را باز کن که شمال بیه. تو نه یکی دیگه. دنیا پر از دوست است، چی دختر، چی بچه، چی خیش، چی قوم. دوستی بزرگ نمیشه. ما چرا وقت خود ضایع کنیم، بشینیم گوشه گریان کنیم یا غمگین باشیم که چرا فلانی تو میگه، چرا فلانی تو میگه. ما در این دنیا یک دفعه آمدیم که زندگی کنیم. هیچ کس خوش نیست از خوشحالی یکی، از خوشی یکی. همیشه خوش دارن او در سر از او بزنه، او در سر از او بزنه. بجای از این کارا فقط پیش خود فکر کنیم که ما را چی خوشحال نگاه میکنه، در چی خوش میباشیم. ما برای دنیا باید به این باور داشته باشیم که شاد زندگی کنیم، عاشقانه زندگی کنیم، که زندگی یک فرصت است. نه وقت خزایی کنیم که فلانی چی میگه، فلانی چی میگه. بهترین داروی اعصاب این است که به تو چی.